آرامی هم فال باشه، هم تماشا، هم آگهی و پول توش باشه، هم قدرت و معرفت. بیرون از این باشه من فکر میکنم هیچ نیازی نیست جلو دوربین باشم، هر کاری هم برای مهران بتونم میکنم، تا هر وقتی هم که بتونم در پشت این تلویزیون براش همه کاری میکنم، ولی با کمال تأسف اونایی هم که گفتم هست. این هست. چی داره نمیتونم پنهان بکنم؟ مگه قراره چی داره پنهان بکنم؟ مگه چه میدونم گماشته کسی نیستم. من بر اساس احترام متقابل دوست نمیدارم در برنامه. اگه مهران دوست داره تو برنامهش من خلالی وارد کنم، خب اجازه بده که دیگران هم در برنامه من این کارو بکنن. این حق طبیعی منه که اعتراض بکنم. حداقل میشه 2 دقیقه 5 دقیقه دندون رو جگر گذاشت برنامه تموم بشه، با هم دیگه صحبت کنیم، بگیم آقا ما دو تایی منافع این تلویزیون رو باید تامین کنیم تا این تلویزیون بمونه، ما بتونیم حرف بزنیم و بچهای ایران بتونن یه بلندگوی سالم بی چلک داشته باشن. به خاطر این من فکر نمی کنم مشکلی باشه اگر ما تحمل بکنیم، بعد از برنامه بشینیم برنامه رو نگاه کنیم، با هم حرف بزنیم. والا عصبانیت و این فشار و اینا هرچی بیشتر بدتر میشه. منم که تا حالا ثابت کردم زیر بار این حرفا نمیرم و بین همه اینها در شرایط کنونی من مهران رو ترجیح میدم به بقیه، به دلیل اینکه من خانواده من دوستشون میدارم. ولی خب اگه من با مهران بکنم آیا کاری کمتر از اون چی که من کردم میکنه؟ من بعید میدونم. گوش میکنم بهتون اوسته عزیزم. من به هر حال مسعود جان یه بار دیگه میخوام همینجا به مادر مهران درود بفرستم، چون شنیدم این مادر مهربانش برنامه تو رو خیلی دوست داره، میبینه مادر مهربانش. و همین دلیل از مهران میخوام اینجا خواهش کنم که اگر با من اختلاف فکری داره نه نداره، بهش احترام میگذارم. نه بهش احترام میگذارم، شما رو دوست داره اوستا، ولی برای شما رو مهران دوست داره. منتها راست میگه آقا ما جانب هیچ فرد خاصی رو نگیریم. وقتی میگیم مشارکت کنید در انتخابات، وقتی ما میگفتیم یا سیاوش اوستا همین روشن فکر ما میبودی تو برنامهش به ما میگفت سادلو، میگفت این ابله‌ها به مردم میگن بریم مشارکت بکنید. حالا همونا که آقا ابله از ما ابله در شدن دارن مردم حمایت میکنن. همین شامورتی بازایی که تو این تلویزیون ها بودم. به خاطر این اوستا عزیزم اصلا گفتگو در این ارتباط گفتگویی است که یک خانواده‌ای با هم اختلاف نظر داره، اختلاف نظر داشته باشه و اختلاف نظر شما هم دیگه حل بکنه. موضوع مهمی نیست. چیزی که برای ما مهمه اینه که از این تلویزیون به بهترین وجه استفاده بکنیم به سود مردم و به سود همه آدمای با شرفی که آینده میهن ما رو میسازن. هر کدوم ما میتونیم کمک بکنیم و الا نه برای من نفعی داره نه برای مهران نفعی داره. من تا اینجا که میدونم فلان داره یه پولی هم رو این تلویزیون میذاره، خداییش تا اینجا قضیه اینجوریه. پس شایسته این نیست که به گونه دیگه باهاش برخورد بشه. ولی ما هر کدوممون برای خودمون در مقابل مردم روابط خودمون رو داریم، همدیگه رو اونگونه که هستیم بپذیریم، با هم گفتگو بکنیم تا مشکلمون حل بشه. درود بر شما. به هر حال حالا اگه مایل باشیم مسعود جان باید این موضوع بحث اصلی بشمون اینه که شوربختانه اونطور که من آگاه شدم، البته من این روز شنبه اعلام کردم در برنامه تلویزیونیم، خیلی جالبه که این رو روی بگم همه بشنون. ما روز شنبه اعلام کردیم که 14 میلیون بر اساس شمارش آرایی که خود اینها گفتن با آقای احمدی نژاد رأی ندادن، یعنی به اون 3 کاندیدای دیگه رأی دادن مسعود جان، و خود اینها هم گفتن که ایران 74-75 میلیون نفر آدم داره و بعد گفتن 45 میلیون از این 75 میلیون واجد شرایط هستن که بتونن رأی بدن، یعنی 30 میلیون زیر 18 سال هستن و یا سنشون خیلی بالاست که نمیتونن جابجا کنن خودشون رو برن رأی بدن، ولی جوان ها هستن که اینها چند میلیونن زیر 18 سال که نتونستن رأی بدن الان تو خیابونن. مسعود جان میخوام امروز ما یک حساب 2 تا 4 تا بکنیم و ببینیم که ملت ایران چقدر بزرگواره. ما یعنی 30 میلیون از این 45 میلیون که گفتن میتونست تا 75 میلیون رأی بده کسانی بودن که رأی نمیتونستن بدن الان تو خیابون‌ها. 15 میلیون هم 14 میلیون هم کسایی هستن که به آقای موسوی و آقای کروبی و آقای از کنم خدمتون محسن رضایی رأی دادن. این میشه 45 میلیون 44 میلیون، یعنی اکثریت ملت ایران الان در برابر این نظام وایستاده و همونطور که خود شما هم گفتید مسعود جان، برای ملت ایران درسته که الان آقای موسوی رو بهانه کردن، ولی ملت ایران دیگه یک حکومت دینی نمیخواد، اصلا برای حفظ احترام به اسلام. دقیقاً همینه. بله درست. احترامش حفظ بشه در دنیا، در ایران مردم مسلمان ایران و غیر مسلمان ایران نمیخوان حکومت دینی رو، نمیخوان که دین حاکم باشه، که دین اینها ملعبه دست بشه و برای اینه که مردم ریختن توی خیابون. ما دست این بچه‌ها رو میبوسیم.
اینایی که گوله خوردن من به یزدان سوگند میگرشتم، دلم میخواست من در کنارشون بودم. ما گوله ها رو میخوردیم، ما هم میخوردیم، باتون میخوردیم ما. بعد عکس هایی که فیلم هایی که مسعود جان میفرستن، به هر حال الان سرنوشت حساسی برای کشورمون ورق داره میخوره، ولی یک عیب داره جنبش ها جریان که جریان و این جنبشی که الان راه افتاده رهبری نداره. این رهبری خود بچه‌ها مسعود جان درست کردن، در داخل ایران کمیته های کوچیکی توی محله ها تشکیل دادن، از طریق محله ها به شهرها، دانشگاه ها، مدارس، و اینها همینطوریه که یوم میبینی چند صد هزار نفر یا 3-4 میلیون خود اینا گفتن که اون روز اول ریخته بودن تو خیابون. از مساجد سیاه و شهرستان شعارهای انقلاب، روزهای انقلاب ما تجربه کردیم، همون هاست، همون شعارها برگشته، منتها صف بندی، طبقه بندی روحانیت و سیاسی و چپ و راست نداره. ملت ایران آزادی میخواد به تعریف حقوق بشریش، همین. درسته، آزادی میخواد، بله. ولی مسعود جان الان شما ببینید شرایط اینا اینقدر دشوار شده توی 4-5 روز که ببین بحرانه، یعنی بحران اینقدر شدید شده که امروز که ما چهارشنبه هستیم، از جمعه که اینا انتخاباتشون تون شده تا الان 5 روز 5 بار رهبر جمهوری اسلامی اومده اظهار نظر کرده، یا حرف زده یا اعلامیه داده. این خطرناک بودن این موقعیت و شرایط حکومتی خود اینا رو میرسونه. به همین دلیل اینها خدا نکنه این اتفاق بیفته، چون روز جمعه میخوان آقای خامنه‌ای نماز بخونه و بعد این تمام 4 تا کاندیدا نیز میخوان بیان پشت سرشون نماز بخونن، یعنی با ایشون میخوان بیان بیعت کنن. بعد این من شنیدم که بچهای دیگه هم از اون میخوان برن توی نماز جمعه، یعنی یک درگیری به وجود بیاد. ما دلمون نمیخواد که خون از دماغ ملت ایران بریزد. خانم زهرا رهنورد مسعود جان اینو گفت. سیاه و شب عزیزم، ببین اصلا مهم نیست ما با نظام خوبیم بدیم، چه کردن نکردن، اینا کشته شدن، اینا کشته نشدن، در آینده کشته خواهیم داد. دموکراسی همینه، آزادی همینه، جهان از این مسیر عبور کرده. ما حرفمون اینه، در شرایط کنونی میهن ما در خطره، در شرایط کنونی مصلحین جامعه باید کنترل شده راهپیمایی 50 میلیونی بگذاریم و مطالباتمون رو طلب بکنیم. این مطالبات ملی مردم باید تحقق پذیر باشه. ما آنچه که امروز مردم میخوان مدنی بر اساس قانون اساسی خود کشورمون باید انجام بشه. اگر بشه، شما میبینید بعضی از آیت الله ها در ارتباط با گفتار رهبر اعتراض کردن، خیلی ها دستگیر شدن، رهبران جنبش در واقع دوم خرداد و اصلاح خواهان خیلی هاشون در خونه حبس هستن و خیلی ها در زندان هستن، خیلی ها رو گرفتن. من حرفم اینه با آقای موسوی، آقای رضایی و آقای کروبی و رهبر و آقای احمدی نژاد، شما هر 5 نفر معتقد به ولایتی، به این سیستم هستید. الان بهترین زمان ائتلاف شما و از این تلخی سیب شیرین درخت معرفت ملی رو به بار منحصر ظهور در عمل ملی مردم برسونید. یعنی در کنار هم قرار بگیریم، مطالبات مردم رو بدین، ائتلاف با هم دیگه بکنین در ارتباط با رأی. مگر نه اینکه آقای موسوی میگن رأی یا قلابی آقای احمدی نژاد نباید میشدن، ما اصلا میگیم هر دوشون درست میگن، هر دو با هم ائتلاف بکنن، میهن ما رو به طرف رستگاری ببرن، میهن ما رو به طرف آزادی ببرن. اگر اصلاح خواهان آمدن که کاری انجام بدن، خدمت کردن قصد. ولی ریاست ما رئیس نمیخوایم، ما دیکتاتور نمیخوایم، ما آدم خادم میخوایم. هر کس که بعد از جمعه که رفت همراه با مردم میتونیم مطالبات ملی مدنیمون رو بخواهیم، بیرون از این بریم ما رو به عنوان شورشگر، به عنوان عامل بیگانه، به عنوان انقلاب سبز، به عنوان آدم عامل امریکا و نمیدونم اسرائیل و اینا ضرب و شتم میکنن و حسبمون میکنن، اگرچه باز مردم یک قدم تا انفجار بیشتر پیش خواهند رفت. اون روزایی که سیاه و شبستان تو این برنامه میگفتم انتخاب آقای احمدی نژاد شیشه پپسی است که تکون میدی و نزدیک به انفجار خواهد شد 4 سال بعد، اینها بعد از جمعه ما این حرفا شروع شد. این تازه اولشه. هیچ کس نمیتونه هیچ چیزی رو کنترل بکنه، در حالی که همه چیز رو میشه کنترل کرد با خرد ملی، نه با تعصب، نه با جهالت، نه با زور گفتن، نه با دیکتاتوری، با عقل. جهان نشسته و ما داریم نظارت میکنیم. امیدوارم یک بلندگویی مثل این تلویزیون، مثل این برنامه بمونه که بتونه هر روز تو خیابون لای مردم باشه و نظریات عمده مردم رو طرح بکنیم. این گمان زنی هایی که ما میکنیم گمان زنی شماست و گمان زنی های ما هست که شما
سالها از نوجوانی تجربه کردی، جنگیدی، مبارزه کردی، به نگاه و نظر خودت با خوانش